درود بر دوستان و همراهان گرامی. آقا با عرض ادب و احترام خدمت تمام استادان گرامی که در حوزه نقاشی دارن فعالیت میکنن، میخواستم یه شک و شبهه رو اینجا از بین ببرم کلا برای همگی با یه آزمایش ساده. خیلی از دوستان میگن هنگامی که سنباد سنگی رو با آب میسابی آهن زنگ میزنه، باعث میشه که زنگ بزنه، بعد یه مدت پوسته بشه و بتونه بیفته. حالا ما میخوایم بدونیم آقا واقعا آهن زنگ میزنه اون پشت، زنگ نمیزنه، جریانش چیه؟ خوش سابی کنیم، با آب بسابیم، بریم با هم دیگه این آزمایش رو ببینیم و به نتیجه دلخواهمون هم برسیم. برای انجام این آزمایش من این کاردک و لیسه که جنس آهنی داره رو بعد از بتونه کاریم انداختم توی آب. چند روزه توی آبه. به این صورت زنگ زده بعضی جاش. همکاران گرامی اینجا رو دقت کن، زنگ زده، این آهن زنگ زده. خب میخوام جایی که بتونه روش بوده رو میخوام بتراشیم. اگر با سنباده زدن با آب قرار آهن ماشین زنگ بزنه، اینم باید زیرش زنگ زده باشه. بتراشیم ببینیم چه شکلیه. ببین زیرش سالمه، هیچ زنگ زدگی نداره. برم کامل پاکش کنم اینو. با یه آزمایش ساده متوجه شدیم که آهن برای زنگ زدن نیاز به اکسیژن هم داره. این وقت بتونه نداشته زنگ زده، این وقت که بتونه داشته زنگ نزده، چون اکسیژن بهش نرسیده بخواد زنگ بزنه. حالا سوال اینجا پیش میاد که یه سری کارا دوستان دارن میتراشن، همش زیرش زنگ زده است. اگر دقت کرده باشین از جایی که ترک خورده شما دارین میتراشی، یعنی اون ترک باعث شده که آب نفوذ کنه به اون زیر. وقتی آب بره 100% هوا میره اون زیر، یواش یواش زنگ میزنه و بتونه ول میکنه ولی نمیفته، چون حجمش زیاده. قالبی وایستاده تا وقتی نشکنه نمیریزه. همونطور یواش یواش ول میکنه این بتونه، این زنگ زدگی هم فرو میره تا پایینا. هنگام شما یه قطعه رو میتراشه میگه با همش زنگ زده زیرش، ببین بالا سنباد آب. نه، مال اون نیست. به خاطر اون ترکه که آب نفوذ پیدا کرده رفته اون زیر، هوا هم بهش رسیده، زنگ زده. یه سری ماشینا از پشت زنگ میزنه، از داخل اتاق، داخل شلگیر و گلگیر. یه سری از جایی که بتونه ترک خورده، آب میره داخل، هوا میره و ترک میخوره. بعد دوست گرامی خیال راحت باشه، سنگی تو با آب میسابی، آب استفاده کن برای بتونت، به هیچ عنوان زنگ نمیزنه. درود بر شما.